از من سوال کردن که همین معنای برکت چیه؟ برکت. زیرا که در بسیاری از دعاها، علاوه خصوص همین منم، هر یک نفری میگه حجبات ده حق من دعا کن، میگم خداوند در عمرت و در جانت برکت نصیب گرداند. یعنی این دعایی هست که از پیشتره های ما هم تا امروز هم که این یکی از دعاهای پیامبر نازنین من هست، مقصد تعلیم شده است. امروز هر کدام ما این کلمه برکت خواه دانای خواه نادانای دعا میکنه که خداوند برکت بیاری. برادران عزیز، برکت کلمه عربی است. در قرآن ما در چند جا برکت داریم. از آن جمله آیت قرآن داریم که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا برکات من السماء والارض. ببینید، یعنی همینجا برکات الله مهربان در همین آیت قرآن هم آورده است و مثل این آیت در دیگر آیت ها هم کلمه برکت وجود دارد. یعنی کلمه عربی است به معنایی که در هر یک چیزی که خداوند اگر خیر بگذارد همراه میگم برکت. از همین لحاظ این تاجیکای ما هم بسیار زیاد استفاده میبرند. بعضیاش میگه روز همین خانه را گرفتیم الحمدلله که برکت یافتیم، ماشین را گرفتیم برکت یافتیم، ای روز فلان کار را آغاز کردیم، تجارت را سر کردیم برکت یافتیم، برکت دیدیم. یعنی در همون یگان افزایش و بهبودی و یگان خیری را که در همون دیدن همین را میگن برکت. برادر عزیز و گرامی، همینجا یک قصه را من برای شما میگویم. میگه یک نفر از ابراهیم ابن ادهم سوال کرد که شما یک آدم با حکمتین، شما یک آدم خیرتمندین، همین برکت معناش چی است؟ زیرا او انسان گو من در همین برکت باور ندارم. ابن ادهم گفتن من از شما یک سوال دارم. وقتی که سگ تولد میکند و گوسفند تولد میکند کدامش زیاد تولد میکند؟ و البته سگ زیاد تولد میکند، تا 10 تا 12 تا تولد میکند. گوسفند گفت چند تا تولد میکند؟ گفت 1 تا تولد میکند یا 2 تا تولد میکند. گفت اگر ما و تو حاضر در همین دیه بیرون شویم، یعنی در مقصد که حاضر شهرها که این چیزها را نداره، لیکن در دیهات و در قشلاق‌ها که بودن، گفتن حاضر اگر من همراه تو همین دیه دا ببرم یا بیاین از صحرا میریم، آیا در چشم ما و تو گوسفند زیاد میتابد یا که سگ؟ و البته به البته جایی که میره مقصد گوسفند در چشم میرسد، سگ نمیبینی. ابراهیم ابن ادهم گفت که آیا در تویها، در معرکه ها، در قربانی ها، حتی در بازارها، حتی در خانه ها از همه زیاد کدام اینها کشته می شوند؟ گفت البته گوسفند کشته می شود. اصلا همه معرکه و توی و تماشا و خانه ها مانده و همه عبارت مثال گوشت های گوسفند داریم، گوسفند میکشیم. گفت انمی را برکت میگن که اگر چنده که تولد سگم زیاد باشد لیکن سگم رو با چشم نمیبینیم، سگ کمه، لیکن گوسفند اگر چنده کم میزاید ولی
در همین قشلاق‌ها و کوهسارها ببرو، چقدر گوسفند زیاد است، لیکن سگ نیست. اگرچه با در هر یک قربانی ها میلیون گوسفند در قربانی میکنن، بازم یعنی با گوسفند بسیار است. گفت علی را برکت میگن. این مرد قانشی، این مرد گفت حقیقتا گفت الحال فهمیدم که یعنی برکت چی بود است. لیکن گفت حضرت چرا گفت در سگ برکت نیست و در گوسفند برکت است؟ ابن ادهم گفتن که زیرا که گوسفند در اول شب خواب میکنه و در قسم سحر وقتی صبح میدمه گوسفند مقصد از خوابش بیدار میشود. اصلا که حالت همون صبح دمیدن، حالت همون بامداد، وقتی برکت که هست، وقتی رحمت که هست، گوسفند که بیدار میشود، گوسفند که بیداریش در همین حالت نگه میدارد، خداوند گفت در او برکت داده. لیکن سگ شبی دراز گفت میدود، میجکد و از قسم سحر وقتی همون خیر و برکت و وقتی خوبی روز که از همون صبح که سر می شود وقتی خواب میکند، خودش ای رحمت و ای برکت گفت دور کرده است. برادر عزیز و گرامی، حقیقتا این بسیار یک جواب علمی است. زیرا ما در حدیث ها داریم، اگرچند این حدیث جناب ذهبی هم مقصد تضعیف کردگی است، بیهقی هم مقصد با ضعفش رفتن، راوی این حدیث حضرت انس، ابن عساکر مقصد حدیث غریبش میگه و ابن کثیر در زیر آیت سوره توبه 17 و 18 هم در تفسیرش میاره همین حدیثه. میگه الله مهربان هرگاه میدید است که در روی زمین بسیار نافرمانی، بیدادگری، بی انصافی، حق خوردن، حقوق یک انسان پایمال کردن، زنا، شراب نوشی، ریختن خون ناحق وقتی در روی زمین زیاد میشید است، الله مهربان جباری و قهاریش بیدار میشید است تا میخواست است، ارادش بر همین میرفت است که بر بالای این مردم قهر کند، بر بالای این مردم غضب کند. لیکن 3 نفر خوشبختی هست که پرده میشوند اینها از عذاب الله مهربان بر باقی بندگان خدا. یعنی این 3 آدمی با سعادت جانی بگه میلیون میلیاردها را میخرد. این 3 آدمی با سعادت کیه؟ یکم نفری که مبلغ خودشه یا بگیم یا جسمن یا از جهت مال مسجد میسازن، یعنی آباد کنندگان مسجد. یکم نفری که جان میلیون ها را از عذاب میخرد، نفرهایی هستند که بنیاد کننده مسجدند. وقتی خداوند میبینه این مردک در تکاپو، در تلاش و در دوادوی مسجد بنا کردن، میگه از امو اراده کردگیش که بر بالای دیگرها باید میکرد، از امو ارادهش پس میگرده. دوم، کسانی که در دنیا یکدیگر را به خاطر خدا دوست میدارند، به خاطر پولش نه، به خاطر منصبش نه، به خاطر بچه فلانی و فلانی نه، به خاطر که دسترخوان داره نه، به خاطر الله دوستش میداره. سیوم، کسانی که مستغفرین بالاسحار، وقتی صبح میدمه میخیزه نماز بامداد چه میخوانه و به ذکر مشغول میشود. این 3 نفر آباد کننده های مسجد، دوست دارنده های از برای الله و ذکر کننده های از قسم سحر،
اینها پرده می شدن و خدای مهربان به خاطر این سه آدم خوشبخت با سعادت عذابش از روی دیگران می گرفت است. اینجا هم بینید که برادرها و خواهرای عزیز که از قسم سحر کسانی که با ذکر مشغول می شوند، اینجا هم برکت همون سحره. پیامبر میگه من